تنیده یادی تو در تار و پودم میهن ای میهن بود لبریز از این عشقت وجودم میهن ای میهن تنیده یادی تو در تار و پودم میهن ای میهن بود لبریز از این عشقت وجودم میهن ای میهن تنیده یادی تو در تار و پودم میهن ای میهن بود لبریز از این عشقت وجودم میهن ای میهن تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن تنیده یادی تو در تار و پودم میهن ای میهن بود لبریز از این عشقت وجودم میهن ای میهن تنیده یادی تو در تار و پودم میهن ای میهن بود لبریز از این عشقت وجودم میهن ای میهن تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی فدای نام تو بود نبودم میهن ای میهن فدای نام تو بود نبودم میهن ای میهن تنیده یادی تو در تار و پودم میهن ای میهن بود لبریز از این عشقت وجودم میهن ای میهن تنیده یادی تو در تار و پودم میهن ای میهن تنیده یادی تو در تار و پودم میهن ای میهن
سپاس. سلامت باشید. تا آن دمه که سرودهای بلبل شرق، آفتابی بی‌زوال، ستاره درخشان آسمان صنعت یعنی احمد ظاهر در گوش‌ها صدا می‌دهد، عشق زنده خواهد بود، مهر زنده خواهد بود، محبت زنده خواهد بود و اینچنین خیلی ما می‌دانیم احمد ظاهر که نه تنها حافظ عشق سرا بلکه میهن سرا نیز هست، همین گونه حس و ارزش والای انسانی زنده خواهد بود. دوستان درود میگویم. باز هم برنامه خاطره هاست، منظور شما و البته برایتان این شام هم یک شام خاطرمان را تمنا داریم و پیشنهاد میکنیم برنامه جالبی خود را. و خیلی در روبروی خود میبینیم و میبینید چهره های بسیار گرم آشنا را در روبرو ما نشستند و شام ما را بسیار خوب و گوارا خواهند کرد. علاءالدین نوری‌دین، خوش آمدید با دسته هنری خود. تشکر زیاد. اولا سلام و درود به تمام تماشابینان و به تمام مردم شریف تاجیکستان و به تمام تماشابینان تلویزیون دوست داشتنی سفینه و تشکر از پذیرایی و دعوت شما. تشکر. و همان گونه که بسیار چهره های جوان را میبینیم روبروی خود امروز، حتما که تازه کاری خواهد بود، تازه گفتاری خواهد بود. نوابسته از آن که سرودهای بسیار قدیمه و ماندگار احمد ظاهر بازخوانی می شود، باور داریم که امروز برنامه ما سببگار می شود تا اینکه باز هم سرودهای بی‌زوال به دل مردم راه یابد، باز هم دیگرگونه در گوش ها صدا بدهد، ولی با همان محبت، با همون صمیمیت، با همون جالبیت. همیشه کوشش، سعی، تلاشی پای در پای انسان را به قله مراد میرساند و همچنانی که شما قید کردید با گروه مطربان تاج‌الدین جان، دلشاد جان، نورعلی جان اینجا حضور داریم. همیشه کوشش و سعی تلاش و کمر همت بر آن میبندیم که با ترانه ها، با سرودها، با ایجادهای نو به نو خویش خاطر و روان شنونده و علاقمندان و تماشابینان را شاد گردانده باشیم. هر وقت که ما علاءالدین را از شبکه اینترنت یعنی دنیای مجازی اینترنت جستجو میکنیم، حتما که ویدا میگرده در پیش نظرها رسم یعنی صورت احمد ظاهر هم، یعنی از این به برمی آید که علاءالدین همیشه پیروی احمد ظاهر است، همیشه کوشش میکند که در پیروی همین مکتب تابناک و بسیار جلاناک سرود ایجاد کند، سرود بازخوانی نماید، آهنگ ایجاد کند. بله البته درست قید کردید، ولی چون احمد ظاهر میگوید که جهان عشق را شاهم، هیچگاه بنده در پای استاد احمد ظاهر بوده نمیتوانم، چون هر هنرمند جای خود را دارد، ولی از خردی و همیشه پای در پای با ترانه ها، با سرود ها، با متن های والا و پرمضمون استاد احمد ظاهر بزرگ شدم، ولی در مکتب استاد احمد ظاهر باز هم کوشش کردم که تا جای رویه و سبک و اصول خویش رو پیدا کرده باشم، ولی در فضای سرودها و ترانه های احمد ظاهر. بله، در همین مکتب سیقل یافته ایستاده تا به ها. تشکر. و چه خیلی گفتید از آوان کودکی گوش میکنید سرودهای ایشان را، یعنی از این معلوم میگردد که قصه شما بسیار هم یک خاطره دور و درازه دارد، خاطرمانی هم دارد. چه خاطراتی دارید از احمد ظاهر؟ راستی زمان خرد بودم، پدر بزرگوارم استاد نوری‌الدین جرانی کارگردان تئاتر هستند. 4-5 سال داشتم در صحنه تئاتر نقش بازی میکردم. در آنجا یکی از شاگردان پدر استاد کریم جان میزان همیشه سرودهای احمد ظاهر را میسراییدند، بسیار با شوق و با ذوق. خرد بودم، گوش میدادم، همیشه کوشش میکردم که این صدای بسیار مرغله‌دار، موسیقی های ناب را به من بیاموزند و در همان لحظه استاد کریم جان میزان سبب شدند و من رو آوردم به مکتب استاد احمد ظاهر و به گوش کردن سرودها و ترانه های ناب و ماندگار احمد ظاهر. البته همیشه اگر اهمیت دهیم یک چیز سبب می شود، تکانه می شود تا اینکه ما به یک راه برویم. بله. یک مقصد را پیشه خود سازیم. و چون شما خیلی خردسال بودید در همون هنگام، چگونه شناختید احمد ظاهر را؟ چگونه قبول کردید؟ پذیرایی نمودید راستی سنتشان را؟ از بس در عائله، در محیطی، در هوای خانواده ایجادکار تربیت یافتم، با متن
نیز کمی آشنایی با مضمون و با مندرجه سرودها که پدر خود تحلیل میکردن، یگانه چیزی که بنده را جلب کرد این صدای به نهایت ماندگار و جاودانه استاد احمد ظاهر بود. یعنی در همون دور؟ در همون دور تا جایی که کمی خود را شناختم، بعد فهمیدم که باز استاد احمد ظاهر متن را نیز خوب انتخاب میکرده است و در انتخاب متن نیز دست بالا بوده است. یعنی در روان و عقیده و اندیشه هنوز کوچک شما بعداً آهسته آهسته باز هم جبهه های دیگری احمد ظاهر کشف شد. بله. و همین یک وسیله خوب شد که شما امروز در راه صنعت هستید، همین گونه پیشرفته ایستادید. بله دقیقاً. گفتید که سرودهای خودم را نیز مثلا ایجاد میکنم وابسته از آنی که در همین مکتب سایقل یافته ایستادم. در فضای استاد احمد ظاهر تا زمانی خود را شناختن با شادروان استاد عبدالله نظری پدر آشنا بودند و خویشتواری هم پیوند هم هستیم. مرا بردند به پیش استاد عبدالله نظری، یک برنامه استاد و شاگرد داشتند. طول 4 سال در آنجا در برنامه استاد و شاگرد تحت راهبری اصل‌الدین نظاموف که اون وقت رئیس کمپوزیتوران جمهوری تاجیکستان بودند، بعد 4 سال پسر ایشان اسماعیل نظری توصیه دادند که من به کالج صنعت آمدم. قدم‌های خود را گذاشتم در رشته آوازخوان عنعنوی در آنجا تحصیل کردم که استاد بنده دانا بهرام بودند. بعد از 4 سال تحصیل توصیه دادند به کنسرواتوار ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستاروف در رشته آوازخوانی اکادمی یعنی اپرا. دیگر از همینجا شروع شد در برابر تحصیل ترانه‌های خود را و در برابر گوش کردن و تکرار کردن سرودهای استاد احمد ظاهر، سرودهای خویش را و متن‌ها را انتخاب کردن و ساختن ترانه‌ها و آهنگ‌های خویش. این حال چند تا آهنگ‌های هست که حالا به سهمی شنونده‌ها و تماشابینان نرسیده است، ولی آهنگ‌ها و ترانه‌های هست که امروز در صحیفه‌های اجتماعی پیدا می‌شوند. بله، گوش هم کردیم بارها. میتوانید پارچه از همان سرودهایی که در پیروی به احمد ظاهر انشا شده است، افشا شده است، منظور بیننده گردانید؟ حتما. کدام سرودی که در دوره دانشجویی تحصیل میکردم که این شاگردانه هم هست، شعر از خودی بنده است و آهنگ نیست. لیکن تا جای بنده را به نظر نیکبین تماشابین کمی عزیز کرده بود و رفیق و یار هم کرده بود. این حال یک کمش رو برای شما و تماشابینان تقدیم می‌دارم. مرحبا. خواند دلم ترانه برای کی؟ برای تو، ز سوز عشق فسانه برای کی؟ برای تو، ز درد عشق افتاده ام با پای کی؟ با پای تو، ز درد عشق افتاده ام با پای کی؟ با پای تو. الها دلبری من غم نبینی، با چشمانی قشنگ گردنم نبینی، میانی عاشقانت جان شیری، مرا هم با نگاهی کم نبینی، میانی عاشقان نه جان شیری، مرا هم با نگاهی کم نبینی. زنده باشید. واقعا خیلی خوشبختانه این هم از قطار همون ترانه هایی که موندگار هست، به زوال هست، جای گرفته است. جهانی سپاس. بله، و حتی ما این رو از خود هم کردیم، زمزمه هم می نماییم، گوش میکنیم بارها. و بیایید انا همین روحیه رو شکسته نمیکنیم، باز هم یک ترانه خیلی خوب، خیلی گوارا و دلنشین احمد ظاهر رو بازخوانی می نماییم و بعدا صحبت رو ادامه میدیم. حتما حتما. مرحبا.
عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد زنجیری چنون ای دل در پایت مبارک باد زنجیری چنون ای دل در پایت مبارک باد از دیدگار زی از سینه شرار زی لعل و گوهر و یاقوت از خونی جگر زی دارا شده ای دل دنیایت مبارک باد عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد داخل و فرزانه گاه به خود و دیوانه داخل و فرزانه گاه به خود و دیوانه داده رو حرم گردی گاده رو حرم گردی تا بر در بودخانه خانیز شده ای دل عقبایت مبارک باد عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد زنجیری چنون ای دل در پایت مبارک باد تشکر. سلامت باشید. واقعا یکی از سرودهایی است که از خاطره ها زدوده نمی شود. همیشه کس می خواهد که باز هم گوش کند، گوش دهد به همین گونه ترانه های بسیار فورم، بسیار دلنشین. و اون من گرم آن گلچینه که احمد ظاهر
روی کار آوردند، یعنی زیاده از 600 سرودی که سرودند، نابسته از آن که سرودهایی که خودشان ایجاد کردند کمتر است، ولی آن سرودهایی که سرودند قریب همش همین گونه است. بله. خیلی زیباست و هر نفری که مثلا مخلص احمد ظاهر است و یا حداقل یک بار هم سرود احمد ظاهر را شنیده است، به طرز اجرایش، انتخابی متن، آواز و عموما حوصله و هوسی که احمد ظاهر نسبت به صنعت داشت بسیار بهای خوب میدهند. بله. بسیار بهای بلند میدهند. شما که در عائله معرفت پرور به دنیا آمدید، خیلی گفتید واقف از بدیعیت ادبیات، و شما چگونه تاثیرگذار شدند انا همین صفت، انا همین فطرت احمد ظاهر؟ در مد اول تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بنده از استاد احمد ظاهر، انتخاب متن والا. بار دیگر قید میکنم که صدای فارم و مرغوله‌دار و ماندگاری استاد احمد ظاهر. زیادی از استادخوانه ها هستند که متن‌های خوب و والا و تاثیرپذیر و معنی سرا و تربیت کننده زیاد سراییدن، ولی در مد اول بازم صدای استاد احمد ظاهر بنده را جلب کرده است و در دنیای ایجادی و در دنیای سرودها و ترانه‌های خویش کشانده است. هر آن سراینده‌ای که میخواد همین گونه ماندگار باشد، حتما که متن والا را انتخاب میکند و همین گونه مخلصانش هم یک شخصان معرفت پرور، علم دوست و واقف از دنیای عرفان میگردند و همین گونه تربیت هم مییابند. و اگر هرچی که در جامعه کنونی هم و مثل شما جوانان سخن دوست، سخن پرور هرچی بیشتر گردد، جامعه هم همین گونه، نسل نورس هم همین گونه تربیت مییابد، همین رو قبول میکند و پیروی میکند به همین گونه مکتب‌های بی‌زوال، مکتب‌های ماندگار که این خوشبختی ما خواهد بود بی‌شبهه. و احمد ظاهر نه تنها مثلا از بین عامه مخلصان زیاد دارد، بلکه از بین هنرمندان هم خیلی مخلصان زیاد دارند، پیروان خیلی زیاد دارند و تا به هنوز هم میخواهند یک طایفه هنرمندان همین مکتب رو باز هم ادامه بخشند و صیقل دهند. بله. در شما چی نقشه هاست؟ در آینده نقشه ها زیاد است، البته در هر کار و در هر پیکاری بنده به خود مقصد گذاشتم که خواه با سرود، خواه با متن، خواه با یک موسیقی زیبا یک هدف داشته باشم، یک پیامی، خیلی که شما قید کردید، یک روشنی نابسته به گردش ها، نابسته به مشکلات ها. خیلی که شاعر بزرگوار میگویند که گرمردی رهی میان خون باید رفت و از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پا براه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. در آینده نقشه ها زیاد است که با ترانه های وطن دوستانه، با ترانه های سرشار از محبت، صداقت، رفاقت، چون بنده همیشه به خود یک شعار دارم که زندگی زیبا و گوارا و زندگی انسان را جاودانه نگه می دارد و ماندگار می گذارد، این در پایه محبت است، در پایه صداقت و رفاقت و انسان دوستی و زمینی و خاکسار بودن است. در آینده مقصد دارم که با سرودهای نو به نو، ترانه‌های جذاب، ترانه‌های خوب که به دل مردم راه داشته باشد، درد سرا باشد، درد مردم را سرد، در غم غم مردم را سرد، در شادی شادی‌های مردم را ترنم کند. گرچنده شاعر غایبانه احمد ظاهر هستید، ولی همه آن صفات‌هایی که عین حال نامبر کردید احمد ظاهر داشتند. بدونید بسیار نوارها هست، بسیار صحبت‌ها هست در خصوص فعالیتی، در خصوص شخصیت احمد ظاهر در شبکه‌های اجتماعی و قریب همه روزا هم در تلویزیون‌ها پخش می‌شود. نظر میکنیم و معلوم میگردد که یک شخص بسیار خاکسار بودند. خصوصا این را استاد شادروان جورابک نظری و شاعر خلقی مهری نیسا بسیار خوب قید کرده گذشتند و تا به امروز مثلا مخلصی اشدی احمد ظاهر هستند و خاطراتی هم بسیار خوب دارند و حتی سال 1976 بار اول ارباب شایسته صنعت پروفسور استاد جورابک نظری احمد ظاهر را گرفته به نزد خانه مهری نیسا می آیند و یک صحبت خیلی صمیمانه، یک شب نشینی، یک محفلی خیلی خوب برگزار می نمایند
که حتی ثبت همون محفل تا رو حال هست و گوش میکنیم. میکنیم. بله چقدر با یک صمیمیت، با یک چگم خاکساری و مهربانی احمد ظاهر آنجا سرود میخوانند و با آواز احمد ظاهر جور میشوند. استاد مهری نیسا، استاد جرابک شنیده؟ بله حتما. راستی قصه ها نسبت استاد احمد ظاهر زیاد هستند، ولی در مورد خاکساری و زمینی بودنشان قصه کردید. بینای اساسی زندگی حضرت مولانا بزرگوار میگویند که آدمیت احترام آدمی، با خبر باش از مقام آدم. یا جای صاحب تبریزی بزرگوار نیز میگویند که کمال خاکساری را فدای بید مجنون کن که هرچند قلب بالا میکشد سر بر زمین دارد. و همین خاطر استاد احمد ظاهر من فکر میکنم ماندگار بودنش، سبب ماندگار بودنش و جاودانه بودنش این خاکساریش بود. مشهور شدن بسیار آسان است ولی محبوب شدن بسیار مشکل. خلق قضاوت میکند که آوازخوان چگونه آوازخوان است. تا جای من شاهد شدم این روزها، تا حتی شاهد هم هستن، بعضی آوازخوان‌های خوب هستند در سراسر دنیا، ولی وقتی که یک علاقمند، یک نفری که هوادار همون آوازخوان هست در کوچه و خیابان‌ها با ایشان وا میخورند، وقتی میبینند که در اسب غرور هستند درست آنها قلبشان میشکنند. من بارها قصه ها را شنیدم و از دوستان نزدیکی که احمد ظاهر را دیدن، خیلی که استاد شادروان، استاد جرابک نظری، معلم عزیز، شاعرای مهربان، احمد ظاهر را همیشه وصف میکنند، توصیف میکنند که خاکسار بود، زمینی بود. سبب ماندگار بودنش نیست، همین است. بله درست است. و میدونید در خصوصی آن گفتید که مشهور شدن آسان، محبوب شدن دشوار، ولی دشوارتر از آن نگاه داشتن انامین محبوبیت، انامین معروفیت می باشد. و این خاکساری فطری بود در وجود احمد ظاهر، سرشتی بود، ازلی بود. بله. بدونید چرا؟ در اینجا باز یک خاطرات هست از خواهر احمد ظاهر، ظاهره ظاهر. میگویند هنوز 16 ساله بود، ما روز به خشکشویی رفتیم و در آنجا یک نفر موسفید آمد طلب کرد که کمی مبلغش دهیم، کمکش کنیم. حتی از جیبش حساب نکرد و هم خیلی برآورد، یک مبلغ معین رو به او داد، گفت که خراجات کن. و من سوال کردم که برای چی مثلا تو حساب نکردی، چون ما باید پرداخت کنیم. و میگوید که شنیدی چی گفت؟ گفت که کمک هم کن، یاری هم ده، نباید حساب کنی. در اینجا نباید حساب کرده شد. و خاکساریش از همانجا بود معلوم. درست قید کردید که همین خاکساری بود که او را ماندگار کرد، چهره او را در تاریخ. و تا به امروز ما افتخار داریم که مردم آریایی نژاد همین گونه شخصیت های ماندگار را دارد، شناخته را دارد که حتی برون از کشور رفتن نامشان. بیشتر از صنعتکاران دیگر دولت ها هم برون مرزی هم امروز حتی مخلصشان هستند و پیروی میکنند و با یک بار گوش دادن به سرودشان دوستشان میدارند. آفرین. باز از کلوار ایشان کدام سرودهای دوست داشتنی دارید؟ کدام سرودهای دارید که همیشه زیر لب برای خودتان زمزمه میکنید، نه تنها در محفل؟ راستی تمام ترانه های احمد ظاهر هیچ کدامش را ترانه های بگیم که دلچسب نیستند گفتم نمیتونم شخصا بنده، ولی قریب که همه سرودهای احمد ظاهر را من زمزمه میکنم. خواه در محفل باشم، خواه در خانه باشم، هر صبح هر وقت که بیدار شدم با سرودهای احمد ظاهر تمام سرودهایش را زمزمه میکنم. بیشتر وقتها سرود ای ساربان آهستران کارام جانم میرود، ای پادشه خوبان بعدن مرا چون قطره اشک ز چشم انداختی رفتی. بهترین سرودها را بسیارتر زمزمه. و در ادامه باز کدام سرودها منظور بیننده میکرده؟ این حال ترانه بر غزل امیرخسرو دهلوی دلم در عاشقی آواره شد، آواره‌تر بادا. با قول مردم تاجیک بگذار آواره شود. بهترین انتخاب. ترانه را ما هم در هوا و فضای همین ترانه، همین آهنگ دل خود را آواره میکنیم، دفتر خاطرات خود را باز هم ورق گردان مینماییم، باز هم روشن‌تر مینماییم قلب و روان خود را. مرحمت منظور بینندگان.
دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا تنم از بدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا تنم از بدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا با تاراج عزیزان چشم تو یاری دارم با تاراج عزیزان چشم تو یاری دارم با خون رز غریبان چشم تو یار تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا تنم از بدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا تنم از بدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا همه گویند که از خونخواریش خلق بجان آمد همه گویند که از خونخواریش خلق بجان آمد من این گویم که بری جان من خونخوار تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا تنم از بدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا تنم از بدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا. علاودین میدونید این سرود را در یکی از برنامه‌های قبلیمون که بخشیده شده بود به سرودهای احمد ظاهر فرهاد آدینه که بواسطه پیروی احمد ظاهر می باشند و خیلی دوست می دارند احمد ظاهر را سروده بودند بازخوانی کرده بودند ولی در اینجا من نظر کردم گوش کردم تابش و گردش خود را دارد الکی سرود و شمال میوزد که ما را خیال ما رو به دیگر سمت میبرد باز هم یعنی شیره و مزه خود را دارد یگان تازه کاری وارد کرده اید نوگانی که در این ترانه احمد ظاهر سراییده است من هیچ تغییراتی وارد نکردم به همون شکلی که استاد احمد ظاهر سروده است این ترانه را همون شکل اجرا کردم و عموما در سرودن بازخوانی کردن سرودهای احمد ظاهر رپرتواریشان شما یگان تازه‌کاری به وجود میارید مثلا و شما پسند میاد وقتی که یک نگاهی خود را یک کشیشی خود را وارد میکنید و حرکت و جذابیت خود را دقیقاً درست قید کردید حتما در ترانه هایی که استاد احمد ظاهر سرودند بسیاری حالت می شود که در همون دنیای الهام فرو میروم غرق میشوم و بعضی جاها بیخبر خودم آگاه بداهتاً تغییرات وارد میکنم آهنگ رو تغییر نمیدهم ولی در خیلی که شما قطع کردید در گردش ها و کش های صدا خب بهترین و عموما چگونه عقیده دارید در همین خصوص که مثلا امروزها جوانان میخواهند سرودهای احمد ظاهر عموما سرودهای استادان صنعت را یک کمی تغییر داده یک کمی مدرن نموده پیشنهاد مخلصان جوان گردانند یعنی پیشنهاد
نفرانی که امروزها طلباتشان یک کمی دیگرگون شده است. شما چه اندیشه دارید؟ اصلا ترانه های احمد ظاهر را اگر اهمیت داده باشید بیرون از تاجیکستان، در تاجیکستان خودمان نیست سرانده های بسیار میخوانند، ولی با شکل دیگر، یعنی با طنز دیگر در آنجا تغییرات ها وارد میکنند، یعنی با ابزارهای موسیقی نو، در استودیوهای نو جدید، با تنظیم های نو. ولی من فکر میکنم احمد ظاهری بزرگوار تا اندازه آهنگ را پختکاری میکرد، میسرایید که اگر چنین نمیکرد امروز ماندگار نمیبود ترانه‌هایشان. من فکر میکنم با تغییر دادن ترانه های احمد ظاهر به فکر بنده، اگر من یگان سرودی استاد احمد ظاهر را با شکل نو اگر بخوانم برنامه ریزی کنم دیگرگون نمیسوزم، ولی در تنظیم دیگرگونی میارم. ولی امروز آوازخوان‌هایی که میخوانند دیگرگونی میکنن در تنظیم و در وارد نمودن ابزارهای موسیقی. من فکر میکنم خطا نیست، خوب است. خوب است. پس ما خلاصه برآورده گفته میتوانیم نابسته از آنه که این کاری خوب است، اگر در همان شکلی که احمد ظاهر سروده است پیشنهادی مخلصان امروزه گردانیم، شنوندگان امروزه گردانیم، هم یگان کاستگی نخواهد بود. البته نه. نابسته از آنه که تا به امروز آموزش کردید، تمرین کردید، بسیار خوب از خود کردید سرودهای احمد ظاهر را، تا کدام اندازه باز هم تمرین میکنید، باز هم کوشش میکنید؟ شهریاری ثانی پیروی از استاد حافظ میکردن، حضرت حافظ میگوید از حرکت ایست مکن یک زمان، که از برکت ایست کند آسمان. به همین خاطر بنده همیشه پای تمرین و پای کوشش و تلاش و سعی هستم. هر وقت به خود قناعت دادم آنگاه من شکستم. پس گفته میتوانید که هر وقت که باز هم واردی همین عالم میشوید یک جبهه های نوش را در خود کشف میکنید، تیره های نوش را. 100% شما درست خط کردید. هرگاهی که تمرین میکنم و سعی و کوشش میکنم و بار دیگر سرودهای احمد ظاهر را وقتی میشنوم فکر میکنم بار اول میشنوم و هر باره در دنیا و فضا و هوا و نفس دنیای رنگین ایجادی احمد ظاهر چیزی نمی را کشف میکنم. باز هم محبت آن را خود ایجادکار میفهمد و درک میکند. خودی کسی که تخصصش موسیقی است اون رو خوبتر باز درک میکند. ولی باز هم در اونجا محبت و صمیمیت خیلی که شما گفتید، رفاقت و دوستداری باز هم زیادتر میگردد، قرابت باز هم نزدیکتر میگردد. از بس ترانه های ماندگار احمد ظاهر را زیاد گوش میکردم. از دوران خردی سال 2008 بود، زیاد گوش میکردم از صبح تا شام. شب خواب رفتم، در خواب این شاید برای بیشتری از مردم افسانه باشد، افسانه تابد، ولی شب در خواب استاد احمد ظاهر را دیدم که ارمونیا در دست و از دست من گرفتن داشتن این ترانه را خواندند. بیایید بیایید که گلزار دمیده است، بیایید بیایید که دلدار رسیده است. قصه را با پدر بزرگوار قصه کردم، گفت که در دفتر خاطره هایت این را نوشته ساز، هر وقت شاید فرزنده ها شاید نسل های بعدی این را ببینن و در خاطره ها و ذهن های نو هم نقش بنده، شاید یک روز بشینن این قصه را قصه کنند. بله، نابسته از آنه که اینقدر سال گذشت از بین و دیگر احمد ظاهر یک ترانه نو ایجاد نمی کند، ولی همین گونه خاطره های نکو زنده می دارد او را که به واسطه روی کار میان. هر وقتی که ما ترانه هایش را گوش میکنیم یک خاطره نو میگیریم، برای یک برداشتی نو میکنیم و بسیار رمزی خواهد بود اگر همین ترانه هم منظوری بیننده گردد. حتما با همون طرزی که استاد احمد ظاهر این ترانه را سرودن برای تماشابینان تقدیم می‌کنیم. مرحبا.
بیایید بیایید که دلدار رسیده است بیایید بیایید که گلزار دمیده است بیایید بیایید که دلدار رسیده است زنجیر رهیده بیایید بیایید که گلزار دمیده است بیایید بیایید که دلدار رسیده بران یاد بگیره کی از یاد بریده بیایید بیایید که گلزار دمیده است بیایید بیایید که دلدار رسیده است بیایید بیایید که گلزار دمیده است بیایید بیایید که دلدار رسیده سلامت باشید. تشکر. جهان سپاس از بار دعوت. دیگر خوش آمدید به تلویزیونی سفینه، به برنامه خاطره ها و بار دیگر سپاس که این همه رنگینی را به ما مهیا کردید و با همین وسیله یک شام خاطرمانی آفریدید. یک جهان سپاس بار دیگر از لطف و مهربانی و از دعوت شما و همکاران عزیز تلویزیونی سفینه. ما خوشحال هستیم که ما جوانان را و ما هنرمندان را همیشه با محبت و با صداقت و با احترام و رفاقت اینجا همیشه پذیرا هستند و دعوت میکنند. حتما که ما هم امیدوار هستیم که این همکاری باز هم زیادتر خوبتر خواهد بود در آینده. تشکر زیاد. و بیننده عزیز، در همین نقطه خیلی خوب، خیلی جذاب و دلکش ما برنامه امروزه خاطره ها را جنبست میکنیم و همین گونه فریاد میکنیم، شادی را دعوت میکنیم، عشق را، محبت را به خاندان شما. و باز هم خواهان آن هستیم که در خاندان شما، در قلب شما، در خاطرات شما همین گونه ارزش های والای انسان، احساس های والای انسانی که عشق است و صمیمیت است و محبت است ارزان باشد. دوستان خیر.